جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جناب مفتی صاحب محترم، در این روزها دولت کانال قشتیپه را بالاش کار میکنه. بسیاری از کشورها در این کار دخالت میکنه. مسئولیت ما جوانان چیست؟ مسئولیت ما و شما این است که از نظام خود چی کنیم؟ ملاتړ کنیم. چی میگویه؟ دفاع و حمایت کنیم. اینمی که دیگر مردم در نظام در وطن ما و شما مداخله میکنه. چرا میکنه؟ زیرا که ما و شما خود یک نیستیم. ما خود در فیسبوک در مقابل نظام خود نوشته میکنیم، در مقابل نظام خود استاد هستیم. الوقتی که ما در پشت نظام دشنام میتیم، دیگر مملکت هم میتوانه که در مقابل نظام ما استاد شود. ولی اگر ما و شما یک شویم، پس دیگر کس نمیتوانه که در امور داخلی ما و شما مداخله کنه. اینمی اصل اتفاق و اتحاد را ضرورت داره. باید ما و شما با یک دیگر دست بدیم. اتفاق، اتحاد، اخوت، محبت، بر غلطی یک دیگر چشم پوشی کنیم. صحیح است غلطی ما ملت هم داره کمزوری، حکومت هم داره کمزوری. اینمی خو حکومت صحابه کرام نیست، حکومت طالبه است. طالبه خوشی صحابه نیست، نه معصوم است، نه انبیاء است، نه صحابه است. انسانان اینمی زمان است. ضرور از یک کس غلطی میشه، ولی بسبب یک غلطی تمام نظام را دشنام دادن، از نظام مخالفت کردن اینمی مناسب نیست.